که تو کربلا گیر کردم، پولم هم تموم شده بود، نه پول داشتم بمونم نه پول داشتم برگردم. به هر دریم میزدم از این قرض بیوم نمیشه. آخرش ناراحت شدم، اومدم روبرو گنبد سید الشهدا گفتم آقا اینطوری مهمونداری نمیکنه. من مهمونتم، این چه کاری آخه؟ من پولم هم تموم شده، دلم برای زن و بچه‌م تنگ شده، میخوام برگردم پولم ندارم، آخه این چه مهمون داری؟ گفتم همینطوری داشتم تو حیاط برمیگشتم گفتم رعیت با امامش، نوکر با امامش اینطوری حرف نمیزنه، خجالت بکش، خاک بر سرت. گفتم آقا همینطوری برگشتم غلط کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم، فشار زندگی بود اینو گفتم. همینطوری که داشتم میرفتم یه خانومی چادر عربی اومد وایساد گفت پول لازم داشتی؟ نه منم اصلا حواسم نبود، گفتم آره گیر افتادم اینجا. از زیر چادرش یه کیسه پول در آورد گفت بیا بگی برگرد شهر و دیارت. منم حالم خراب بود، اصلا حواسم نیست این از کجا میدونه که گفتم من از اربابم خواستم از اونم میگیرم. یه مرتبه خانوم گفت بگیرین و پول تو جیب یا اربابتم من میدم. خانوم چادرت را بتکان، چادرت را بتکان، روزی ما را بفرست.